این کاکادوی نر سیاه نخل. او به دنبال یک تنه درخت توخالی و محکم است. گفتنش از انجام دادنش آسان تره. در دهه‌های گذشته آتش سوزی‌های شدید بسیاری از آنها را به خاکستر تبدیل کرده است. این یکی جادار است، اما پایه‌هایش جای زیادی برای بهبود دارند. به نظر امیدوار کننده می آید، یا شاید نه. با کمبود ملک در بازار تقاضا بالاست. او در حال از دست دادن گزینه هاست. این تنه تو خالی محکم و بلند است. حداقل به نظر او کامل می آید، اما او نیاز به قانع کردن دارد. او شروع به ساختن یک سکو برای حمایت از تخم می کند. هنوز راضی کننده نیست، اما او یک ترفند هوشمندانه در آستین دارد. او به یک تکه چوب با اندازه مناسب نیاز دارد. حالا او آماده یک اجرای ویژه است. در قلمرو حیوانات بی‌نظیر است. او طبل می‌زند. این صدا ممکن است جفت ماده این پرنده را قانع کند که این خانه محکم است. چه چیزی جذاب‌تر از یک پسر که خانه دارد وجود دارد؟ خب خوشش اومده. یه 200 هم داشته باشه دیگه حل. فقط من نمیدونم اینا به این راحتی فهمیدن چجوری نستشون در حال انقراض. خب اینجا هم که دیگه پاش گل انداخته و دیگه خجالت میشه. خودتون بهتر میدونیم برای چی. دوستان پیج ما رو فالو کنین، لایک، شیر، سیو، کامنت، دستون در نکنه.